از راه دور به همه شما حامیان و پشتیبانای اشرف نشان مقاومت سلام میکنم. تا شروع گردهمایی بزرگ و با شکوه شما زمان زیادی باقی نمونده. گردهمایی بزرگ شما در حالی داره برگزار میشه که رژیم ولایت فقیه داره آخرین نفسهاشو میکشه و زیر ضربات سنگین مردم و مقاومت ایران روز و شب نداره. رژیمی که گفتی رژیم دل ساب مرده ما تاب نبرد واسه پشت کامپیوتر. واسه بخشین اول واسه میگفتم سی لالنام لیکم. بعدش هم غور بخیر کوچیک هرچی آدم با صفای با وفای با وجود با مرام با وقاریه که تو جمع بابا عظما و همه سگ و سیلیاشو 64 کردیم بابا، هیچی همش نشتین که شما. عظما مفلس آچار تحریما گیر کرده لای رادیاتورش. تا اینجا سه تا پره امتیاز واسه شما، 3 تا پره شیکونده. از اون طرف جفت لنگشو گرفتن همینجوری اینه اون میل فرمون ولوو دماغدار حالا نچرخون که کی چرخون تو. زدن سمت شوفر عظما رو کامل له کردن. عظما هم که هر کی میرسه باید دلوی ناقابل، حالا چه سیاه چه قرمز، حکمشو میبره جون تو. حسام حسین آره جون داشت. شما هم که رفتید واسه کنده افلاک بیا و ببین عظما شده اینه اون زردک وسط مراوتی. خب بله، با تشکر از حشمت خان داشتم خدمتتون میگفتم که وسط این برهوت چی بود؟ زردک وسط است. ای محسن جون قربانت من. ای خدات من، ای خدات چی میخوای ته بگی آخه؟ ته زردک میخوای؟ بیا پیش خودم آخه قربانت من برم. چی بطین میکنی آخه؟ ای خدای من، ای قربان شما من برم، ای فدای شما من وشم، الهی دیر تا من بگردم. واقعا اون چیزی که کاشته بودین ببین چه محصولی دارم بده. از اون طرف این بوته بی بوته سیدعلی کود شیمیایی که چیزی نینیه، کود حیوانی هم که چیزی نینیه، کود آخوندین هم بشش ودین این بوته وتوشو نیست. گوش منی محسن جان، تلسک ساله سیدعلی تربچه و کمبوزه و خربوزش هم بشکستونه. فقط مانده که این ویل وزنی همچی بکشی زیر این عبا و عمامه و پیرجامه و هرچی دار ندارش چی از ریشه وای برکنی ته بخور من بره. ای تف این ریش سیدعلی که بی ریشیه آخه ته سیدعلی آخه گدایه بده بکنه بده بازه بده سر بده بچه بکنه. بابا جمال تیم اونور بی خیل بابا اخماتو منجوق دوزی نکن واسه ما که همچی طلب میشم واسه. بسپار این یارو علی گدا رو که میگم بسپارش دست من 2 روزه سوت. آیون محترم بابا اجازه میدید ما خواستیم 2 تا کلام صحبت کنیم ها. چی شو مستر محسن؟ آمیز محسن چی شده؟ هیچ آقا ولش کن تمومش کنیم قبوله شما هم تمومش کنیم ها. آقا شما هموطنان که جمع شدید